سلام به همگی. من الناز هستم. ممنونم که منو فالو کردین. تقریبا تمام کسایی که منو فعلا فالو کردین منو تا یه حدودی میشناسین. 32 سالمه و من تقریبا 5 ساله که به کانادا مهاجرت کردم. حالا من توی این پیج میخوام راجع به نحوه کار پیدا کردنم در کانادا و خاطراتی که توی این چند سال سر کار داشتم براتون تعریف کنم، مخصوصا کاری که الان در حال حاضر دارم انجام میدم. برگردیم به روز اولی که من وارد کانادا شدم. نمیخوام خستتون کنم، به صورت کاملا خلاصه میگم و اینکه حالا ایشالا در ویدیوهای بعدی براتون خاطرات اون کار دیگه قبلی هم که داشتم و براتون میگم اگر که براتون جالب باشه. من تقریبا 2 هفته بعد از اینکه اومدم کانادا توی مغازه لباس فروشی کار پیدا کردم. دوست داشتم که اصلا تو مال کار کنم و در واقع اولین کاری بودش که من تو عمرم داشتم انجام میدادم، چون متاسفانه هیچ وقت کار نکرده بودم و این اصلا خوب نیست و واقعا اگر که من یه روزی برگردم به عقب حتما در زمان دانشجویی من میرم کار پیدا میکنم و کار میکنم و رزوممو میسازم. ولی خب متاسفانه من برام این شانس پیدا نشد که بتونم سر کار برم و کار بکنم تو ایران. خلاصه اولین باری که اینجا رفتم سر کار فروشندگی یه مغازه لباس فروش زنونه بود و بعد از تقریبا 2 هفته انقدر که من پیگیر بودم و فعال بودم و مثلا زود میرفتم دیر میومدم، هر وقتی که به من میگفتن بیا میرفتم، هر وقتی که میگفتن نه یا نمیرفتم. انقدر که پیگیر بودم و کمک میکردم، منیجرم به من پیشنهاد اینو داد که من اسیستنتش بشم و بعد 2 هفته شدم اسیستنت منیجر. خب این منیجر من الان یکی از دوستای صمیمی منه. واقعا خیلی توی این راه به من کمک کرد، خیلی چیز به من یاد داد و در واقع با این پیشنهادی که این آدم به من داد باعث شد که من راه پیدا کنم به منیجمنت، یه شغل منیجمنت و این واسه یه رزومه من خیلی خوب بود. بعد از اون خب خاطرات خیلی جالبی هم داره این مغازه، هم بخوام براتون تعریف بکنم حالا میگم بازم ایشالا در ویدیوهای بعدی. بعد از این مغازه که اسمش سوزی شیر بود من رفتم مایکل کورز، از مایکل کورز رفتم به جیاکس که میدونم جیاکس که همون جیوکس توی ایران هم نمایندگی داره، برند کفش ایتالیاییه. یه مدت تو جیاکس کار کردم تقریبا 1.5 سال 2 سال و بعد از اون هم رفتم استور منیجر یه مغازه اسباب بازی فروشی شدم به اسم تویز آر اس که تویز آر اس یه مغازه اسباب بازی فروشی آمریکاییه که تو آمریکا ورشکست شده و الان تو کانادا نمایندگی داره و خیلی خیلی مغازه بزرگیه و من مشغول به کار شدم اونجا. میتونم بگم بهترین تجربه کاری من تویز آر اس بود و واقعا یه محیط فوق‌العاده شاد، آدمای فوق‌العاده مثبت، واقعا عالی بود. یعنی هر روز که میرفتم سر کار بیشتر عاشق کارم میشدم و اصلا دلم نمیخواست بیام خونه، انقدر که محیط کارم شاد بود. ولی به یه جایی رسیدم که میخواستم از کار ریتیل و کار مغازه بیام بیرون و یکم کار پروفشنال تر انجام بدم. باز هم اونجا هم خیلی خاطرات جالبی هستش که میتونم براتون تعریف کنم حالا ایشالا در ویدیوهای بعدی. میرسیم به کاری که الان من دارم انجام میدم. کاری که الان میکنم، من منیجر قسمت کنترل پرواز ایرلاین ایر کانادا هستم یا ایر کانادا. بخش کنترل پرواز که میگم منظورم برج مراقبت نیست. بخش برج مراقبت بخشی که بعد از ما انجام میشه که به هواپیما میگن که حالا میتونن برن نرن، حالا هر چیزی که هست و خیلی تخصصیه و خیلی مطمئنم پر استرسه. کاری که ما میکنیم بخش قبل از برج مراقبته و از زمانی که هواپیما وارد فرودگاه میشه ما با خلبان در ارتباط هستیم تا زمانی که از توی گیت هواپیما
خارج میشه و در واقع میره. ما با خلبان در ارتباط هستیم، با باند فرودگاه در ارتباط هستیم، با قسمت بوردینگ هواپیما در ارتباط هستیم. همه ما در واقع مغز فرودگاه هستیم که تمام قسمت‌های دیگه با ما همه کار رو هماهنگ میکنن و ما هر اطلاعاتی که داشته باشیم ما به این اطلاعات رو به بقیه دپارتمن‌ها میدیم. خیلی خیلی کار پر استرسیه، خیلی تخصصیه، زبانش خیلی فرق میکنه. زبان فرودگاه با زبان انگلیسی خیلی متفاوته و من وقتی که رفتم وارد این کار شدم واقعا خیلی کار پر استرسی بود برام. زبان دوم، زبان انگلیسی زبان مادری من که نیستش، به علاوه اون زبان فرودگاه بهش اضافه شد. من واقعا پوست انداختم و تقریبا الان 1 سالی هستش که من در این کار انجام میدم. بعد من توی این پیج میخوام اتفاقاتی که میفته تا یه پرواز از اول تا آخرش انجام بشه، بوردینگ شروع شه، بارگیری شروع شه، تموم شه، همه چی با هم هماهنگ بشه و بره رو براتون تعریف کنم. این میونم اتفاقای خیلی جالبی میفته که مطمئنا خیلی ها اصلا باورشون نمیشه که همچین اتفاقایی میفته و ما با چه چیزایی باید کلنجار بریم. و یه سری اتفاقایی که میفته واقعا خنده داره و یه سری اتفاقاتیه که خوب آدم بدونه که یه وقت ناخودآگاه یا بر اساس مثلا حالا اتفاق اینا اون کار رو انجام نده، چون باعث دردسر میشه. حالا من اینجا میخوام اونا رو براتون تعریف کنم و با هم دیگه بگیم و بخندیم یه جورایی. حالا فعلا تو ویدیوی اول خواستم یه حالت معارفه باشه و بگم که من چه کاری کردم تا به امروز، ولی این شغل الان من واقعا شغل جالبیه. هر روز با یه چیز جدیدی مواجه میشین، یه اتفاق جدید، آدمای جدید و خیلی 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 کار هیجان انگیزیه و کار فوق العاده پر استرسیه، ولی مطمئنم که خوشتون میاد. خیلی خوشحال شدم. مرسی که گوش کردین به حرفام. قربونتون برم. ان شاءالله توی ویدیوهای بعدی میبینمتون.